یا کورند یا کرند یا دیوانند. بیش از این نیستند. باید یا کور باشن یا کر باشن یا دیوانه باشن. من منیسه یک افغانستانی از 7 سال در تاجیکستان رفت و آمد دارم و هر باری که من به دوشنبه داخل میشم تفاوت میبینم از دفعه قبل. نه تنها پیشرفت در مسائل ساختمانی واقعا بالا به سطح بسیار بالایی هست. هر روز میسازن، هر روز ساختمان درست میشه، هر روز مردم شهر درست میشه. حتی همین خیابانا رو من میبینم که هر روز به اینا میرسن. وضع اقتصادی مردم بهتر شده، زندگی مردم بهتر شده، امنیت بسیار خوبی به این کشور آمده. من فکر میکنم که مردم تاجیکستان باید از افغانستان پند بگیرن، نکنن خود دوچار این دروغگویان نکنن، اینایی که به نام دین میاین دروغ میگن و مردم را استخدام میکنن و بعد به انتحار و انفجار میکشونن. به اینا اعتماد نکنین، مردم تاجیکستان به اینا اعتماد نکنین. اینا مردم افغانستان بیچاره کردن با این نامها. اینهایی که به اسلامیت تظاهر میکنن و یا اینهایی که به دانشمند بودن تظاهر میکنن یا اینایی که خود روشن فکر میدانن و میخواهند که دولت ها را از بین ببرن، ما اینا رو تجربه کردیم. مردم افغانستان تجربه کردن، ما هم روشن فکران تجربه کردیم و هم مسلمان نماهای کبار به این سرنوشت رساندن. و مردم تاجیکستان باید بسیار آگاه باشن، هوشیار باشن، ببینن که چی به نفع از اونا هست. امروز جناب عالی واقعا به این کشور فرزند صدیق این کشور است و به این کشور خالصانه کار میکنه. واقعا من میبینم کارکردهای جناب عالی رو میبینم و در این کشور 7 سال است که حضور دارم و خدمت‌های از این بزرگ مرد دائم به چشم دیدم. مشکلات صد راه از این پیشرفت نکنن، من فکر میکنم که تاجیکستان طی 10 سال دیگه هیچ فرقی با اروپا نداشته باشه و حتی شاید با این مناظر زیبایی که تاجیکستان داره حتی بسیاری مناظر از مناظر اروپایی هم بهتر باشه. من میخوایم بگویم که آنچه من در ارتباط به تاجیکستان و جناب امام علی رحمانی گفتم، شاید بعضیا فکر کنند که من اینجا میرم و رفت آمد دارم به این خاطر این حرفا رو میزنم. ابدا چنین نیست، ابدا چنین نیست. اگر من اینجا کدام خطایی یا کدام حرف خرابی یا کار خرابی میدیدم حتما جلو روی این دوربین میگفتم و هیچ هراسی هم نداشتم و امروز هم هیچ هراسی ندارم که میگویم که زنده باد امام علی رحمان که برای ملت خود، برای مردم خود خدمتگزار است.